کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 7 فوریه سال 2023 خبر داد که تا یک شبانه روز گذشته در حدود جمهوری باز 69 ترمه فرو ریخته شماره هلاک شدگان از ترمه در کشور به 17 نفر رسید. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 16 فوریه در حدود نویه درواز، ونج، روشان، راشقله، شغنان و اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان 44 ترمه فرو ریخته. در نتیجه حرکت نقلیات توسط چندی از قسمت‌های راه‌های دوشنبه، درواز خوروغ، روشان خوروغ اشکاشم، خوروغ مرغاب مسدود شده است. روز 16 فوریه ساعت 15:30 یک ترمه در دهه گوژک نویه شغنان باعث مرگ یک دختر 16 ساله شد. جسد او را از زیر برف بیرون آورده به خویشاوندانش سپردند. به این ترتیب تا صبح 7 فوریه شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر ترمه ها در روزهای آخر در تاجیکستان به 17 نفر رسید. یک راننده در راه دوشنبه خوجند مانده، 16 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان جان دادند. از جمله 13 نفر در محله ناصر خسرو شهر خوروغ، 2 نفر در نویه ونج و یک دختر نورز در شغنان. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 16 فوریه همچنین در راه دوشنبه خوجند 11 ترمه و در حدود نویه‌های نورآباد، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش در شرق تاجیکستان 14 ترمه فرو ریخته است. رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی ادامه داشته. صبح 7 فوریه حرکت نقلیات توسط شهرهای دوشنبه خوجند ممنوع بود. بنا به پیشبینی هواشناسان دست کم تا 19 فوریه خطر فرو ریختن ترمه ها، سنگریز و سیل در نویه‌های کوهستانی تابع مرکز، قسمت‌های جنوب و قطارکوه‌های ایسار و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باقی مانده. احتمال هوا و پوشاندن تمان در مناطق کوهستان و کودامن نیز زیاد است. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است تا از سفر به منطقه‌های ترمزا، جمع‌آوری هیزم و محصولات دیگر کشاورزی در نویه‌های کوهستان و کودامن و همچنین از چراندن چاروا و شکار در این روزها خودداری کنند. از رانندگان هم خواسته می شود که در این روزها قاعده‌های حرکت را قطعاً رعایت کرده و در عقبه‌ها و راه‌های کوهستانی اشاره‌های بیشتر بی‌خطری کار بگیرند.